سلام دوستان عزیز، ما فعل داشتن رو یاد گرفتیم. قرار شد بیایم یه سری مثال براش بگیم. مثالای قبلی گفتن بودش که مثلا یا زیمام اوتو، من یه ماشین دارم. خیلی خوب. ببینید یا مثلا یا زیمام یا بوکو، من یه دونه سیب دارم. حالا وقتی که من میخوام این فرم رو فعل داشتن رو براتون بگم، من میگم که توی فارسی هم مثلا من یک شیئی رو دارم، یا مثلا فرض کنیم که یک شخصی رو دارم. وقتی که دارم اینجا مطرح میشه یا هر فعلی که نیاز به یک مفعول داره، ما توی زبان اسلوونیایی وارد حالت چهارم میشیم. ما تو فارسی هم مثلا میگم که این سیب است، خب دارم میگم که این یه سیبه، خب یا میگم سیب زیبا است. خب در هر دو حالت در واقع این سیبه که قدرت رو داره و حالا یا زیباست یا روی میزه یا هرچی یا اینجاست. ولی وقتی میگم که من سیب دارم، سیب اینجا مفعول میشه و تو زبان اسلوونیایی این تغییر میکنه. تو فارسی همچنان سیبه، تو اسلوونیایی بستگی داره که این در واقع چی باشه، به شکل مفرد باشه یا به شکل دوتایی باشه یا جمع و هر کدوم از اون حالات دیگرش. خیلی خوب، من اینجا جدولش رو نوشتم ولی با مثال براتون توضیح میدم. میگم یا زیمام ستو، من یه دونه صندلی دارم، من 2 تا صندلی دارم. یا زیمام ستوله، وقتی که در حالت جمع این فرم یک استثناء، پس این میشه ای. خیلی خوب، پس اون ایه تبدیل مثلا یا زیمام ستولی شد یا زیمام ستوله. بعد نکته بعدیش اینه که وقتی که میخوام بگم که من دارم یا مثلا تو داری، ولی یک جاندار، مثلا اینکه میخواد بگه که من فرض کنیم که زن دارم، شوهر دارم، من سگ دارم، من یک گربه دارم، هرچی که جاندار باشه، حتی اگه حشره باشه فرق نمیکنه. در همه این موارد اینجا من براتون گذاشتم این علامت رو، یعنی که این جانداره ها. وقتی که جاندار بود این در واقع پایانش تبدیل به آ میشه، ولی اگه نبود نه. مثلا یا تی ایماش پسا، این پس بوده شده پسا، پس این پایانش تبدیل شد به آ. خب تی ایماش پسا. خب اینجا وقتی که میگم که تو در واقع 2 تا سگ داری، آره شبیه هم میشه. خب در این صورت مثلا اینه که من بخوام نشون بدم این رو و بگم که خب یه دونه سگ داری یا 2 تا سگ داری، فرم شبیه هم میشه. و تیماش سه، پس پس بوده شده در حالت معمول اینه که من بگم پسا، پس پسا پسی، و اینجا میشه پسا پسا پسه. خیلی خوب. حالا این هم از این فرممون. من جدولش رو هم بعداً با مثال براتون میارم. خب ببینیم بچه ها، اینا همش در حالت مشکیسپول بود. حالا من میخوام بیام در حالت چی صحبت کنم؟ در حالت ژنسکیسپول. خب میگم یاز ایمام، فرض کنیم که داشته باشم یاگودا. یاگودا یعنی توت فرنگی. خب یاز ایمام یاگودا، نمیگم یاز ایمام یاگودا، میگم یاز ایمام یاگو دو. پس اینم یه استثنایی دیگه. توی حالت در واقع جمع، توی حالت مفرد این فرم تبدیل به او میشه. پس یاز ایمام یاگو دو. خب حالا اگه 2 تا توت فرنگی داشته باشم میشه یاز ایمام یاگو دی، این دیگه تغییر نمیکنه. اگرم چند تا داشته باشم که میشه یاز ایمام یاگو ده، پس این تغییر نمیکنه. حالا یه مثال دیگه، مثلا فرض کنیم که تی ایماش پامارانچو باشه. تی ایماش پامارانچو، پرتقال داری. خیلی خوب، پس تی ایماش پامارانچو، یه دونه پرتقال داری. حالا تی ایماش فرض کنیم 2 تا پرتقال داری، پس میشه پاماران چی؟ خیلی خوب، اگرم که چند تا پرتقال داشته باشی، پس میشه تی ایماش پاماران چه. ببخشید. خیلی خوب، پس این پایانش فقط تو این حالته که استثناس رو فرق میکنه. درست شد؟ پس این هم صحبتی بود که من الان داشتم درباره چی؟ ژنسکیسپول. تو این جدول هم میبینید پس استثناء اینجاست. این استثناء رو هم که براتون گفتم. خیلی خوب، پس این راجع به مشکیسپول صحبت کردیم.
راجع به در واقع ژنسکی اسپول صحبت کردیم، بریم سراغ سردنی اسپول. خب بچه ها ببینید، من اینجا فکر کردم که اگه من اینجا مشکی ژنسکی و سردنی اسپول رو بنویسم خب راحت تره دیگه، قاطی نکنیم. خیلی خب، پس این در واقع فرم مفرد و دوتایی و جمع، مفرد و دوتایی و جمع. بریم سراغ سردنی اسپول. مثالی که مثلا میزنیم، فرض کنیم که من داشته باشم اوکنو، یازیمام اوکنو، اینم سردنی اسپول. یازیمام اوکنو، من یه پنجره دارم، من 2 تا پنجره دارم، پس میشه یازیمام اوک نی. آفرین. حالا من چند تا داشته باشم پنجره چی؟ یازیمام اوکنا. درست شد؟ پس در واقع هیچ کار سختی توی فرم سردنی اسپول هم وجود نداره و شما با همون شکلی که بود ادامه میدین. خب حالا میگم تی ایماژ مثلا استانوانیه. استانوانیه به معنی که فلت هستش. تی ایماژ استانوانیه، این با ا تموم میشه. درست شد؟ خب اگر که 2 تا شما مثلا آپارتمان دارید، تی ایماژ استانوانی ای، و اگر هم چند تا پول دارید و چند تا در واقع آپارتمان دارید، تی ایماژ استانوانی یا. پس این تغییری نکرد، همون یا او در پایان این یا ایست در سردنی اسپول و به همین شکل. پس این جدوله مهمه. این جدوله رو هم من سعی میکنم پی دی اف هاشو همه رو بذارم توی وبسایتمون که برید پرینت کنید و داشته باشید. وقتی هم که تموم بشه جدول کامل هم براتون آماده خواهم کرد. خیلی خوب. پس این مثال ها معرفی مفعول مستقیم. حالا من یه ویدیو هم تهیه میکنم با یه خورده شکل و مثال دوباره که این مفعول مستقیم یا چترتیسکلون جا بیفته و بعد بریم جلو. پس فعلا تا جلسه بعدیمون سویدیمو یعنی میبینیم همدیگر رو، در واقع میبینمتون. سویدیمو.